ما سفرمان را از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی آغاز می‌نماییم. برنامه نوبتی راه به راه با احساس و روح بالیده. ورزاب منطقه سیاحی ولی در هر کنج و کنار این موضع پرتوها پرتافته شده است. اینجا 130-140 oila zamuri asal است. با طلبات جوابگو نبودن آشخانه‌های سر راهی باعث ناراحتی مهمانان. این سومین آشخانه می شود که ما را قبول نمی کند. ولنگاری باغ یک طرف ولی به احترامی نسبت به مقدسات ملی نگران کننده است. خیلی علام‌آور است. این راه ما را به سمت آسایشگاه خواجه آبیگرم و سراب میبرد. سراب مکان آرامش، طبیعت زیبا و هوای صاف. پارسال اومده بودم، سایه‌ها از امریکا، انگلیس همجا اومده بودن. به این وقت خرسند منظره میبینن، این که منظره در دنیا نیست، باور کنید. همه این شام یکشنبه در برنامه راه به راه طریق تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی منظور شما می‌گردد.